سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت رفقای عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. وارد این بخش شدیم، بخش ترند لاین، خطوط روند. یه سری توضیحاتی اینجا داریم که با هم دیگه مروری بکنیم، چون بحث خط روند خیلی مهم. به صورت کاملا ساده خط روند تشکیل شده از دو نقطه که ما با استفاده از ابزارهای چارت به هم وصلش میکنیم. سیگنال ورود و نقاطی که ما میتونیم ورود کنیم به معامله زمانی هست که برخورد سوم با همون خط روندی که رسم کردیم سیگنال ورود در جهت روندی که رسم شده بگیریم. سیگنال خروج هم همون خط روندی که رسم کردیم و اگر با یک کندل قوی شکست از معامله‌ای که در جهت اون خط روند رسم شده کشیده بودیم خارج میشیم و به نوعی حد ضرر ما محسوب میشه. خط روندایی هم که دارای بیشتر از 2 یا 3 برخورد هستن خطوط روند قوی تری محسوب میشن. همینجا حالا بعد بریم توی اسلاید بعدی خدمتتون توضیح بدم. همینجا یه نکته‌ای رو بهتون بگم. خطوط روندی که بیشتر از 4-5 بار برخورد کرده قابلیت شکست داره، یعنی قابلیت یه تغییر روند، یه اصلاح حداقلی رو داره و این مورد تو بعضی جاها میتونه نقض بشه. پس چی شد؟ خطوط روندی که 2 یا 3 بار برخورد دارن قوی هستن، خب قوی هستن، ولی احتمال شکستشون هم اگر تعداد بالا بره هست. پس حواستون به این نکته باشه. این موارد رو نوشتین، حواستون به این نکته هم که گفتم باشه. برای مثال خط روندمون اینجا حالا یک کفی رو داریم. من از کف میگیرم، از سقفم میگیرم. کلا خطوط روند خطوطی هستش که هر نوع بخوای نگاه بکنی میشه. یعنی شما این رو هم میتونی خط روند حساب بکنی، زیاد ساده نشد، این برخورد این و برخورد این، که برخورد سوم این رو به ما میده که بعد حالا بریک میکنه و بعد میرسه. شما هر نوع خط روندی که داره برخورد باشه رو میگم. من برای مثال این رو آوردم که مد نظرتون باشه. 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، برخورد 4م، برخورد 5م و بعد شکستش. از جایی که میشکنه ما شروع خط روند جدید داریم، یعنی این سقفی که زده رو به سقف قبلیش باید متصل کنیم. حالا شما میتونی به این سقف هم متصل کنی، خب، و همینطور برعکسش هم همینطور. این برخورد سوم سیگنال خوبیه، تو این محدوده باز دوباره سیگنال خوبیه. تو همین محدوده ها ما خطوط روند ریزتری میتونیم به دست بیاریم، خب، ولی حالا به صورت کلی این سایکل صعودیه. ما تو سایکل صعودی، تو روند صعودی دنبال نقاط ورود میگردیم. اینجا یک حمایت مقاومت، اینجا پیمال کیوار به ما داده، اینجا پیمال کیوار به ما داده، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور و بعد اینجا یه دونه استاپ ثبت کرده که حالا پینبار که فکر کنم فقط داده، ولی خط روند صعودی رو بریک کرد و این هم خط روند صعودی. یعنی تا زمانی که روند در بالای این خط روند هست، خب، به سمت بالا حرکت میکنه و هر وقت قیمت زیر این خط روندمونه به سمت پایین حرکت میکنه. همین خطوط روندمون که باز میریم جلوتر توی مبحث بعدی توی چارت هم بریم بهتون توضیح بدم. قیمت حالا بریم روی جفت ارز یورو به یو اس دی برای مثال. من که اینکه میبینید حالا تنوع جفت ارزها رو دارم به خاطر اینی که همه روی هر ارزی میتونیم ترید کنیم، روی هر موضوعی میتونیم ترید کنیم. بریم حتی تایم فریممون رو هم ببریم پایین‌تر. ما اونجا تایم فریم بالاتر مثال زدیم، ولی میریم اینجا با تایم فریم پایین‌تر و اینجوری با هم کار کنیم. برای مثال مثلا این خط روند رو مد نظر بگیریم. از این کف به این کف همینجور که میبینید 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، این رو میتونیم بالاتر هم بیاریم. از این محدوده بگیریم مثلا به همین صورتی که میبینید 1 2 دفعه سومش. ما هر نوع خط روندی رو در صورتی که 2 تا برخورد داشته باشه میتونیم. ببین همینجا الان برای مثال
یورو یو اس دی وقتی این خط روند رو بریک کرد ما گفتیم چی؟ گفتیم این سقفش رو به سقف‌های قبلیش متصل میکنیم. خب حالا همین برای ما تشکیل یک خط روند دیگه ای داره میده، یک خط روند نزولی. این بالای این بود روند صعودی، زیر این بود روند نزولی. تو تایم فریم پایین دارم خدمتتون عرض میکنم. بریم ما مثلا بریم عقب‌تر، تایم فریم رو ببریم بالا که محدوده بیشتری رو بتونیم ببینیم. این روند نزولی همینطوری که میبینید تا زمانی که این روند نزولی تا زمانی که بریک نکرده روند نزولیه. حالا من به جلوتر بهتون میگم که خط روندها رو میتونیم به شکل‌های دیگه هم بکشیم. یعنی ما هر خط روندی بکشیم هم اون خط روند اولیمون واکنش داشته هم خط روند دومی. از این طرف دوباره از کف روندش هم بگیریم همینطور. وقتی که این خط روند یه برخورد، دو برخورد، سه برخورد، روند صعودی، بعد که شکسته پول بک زده و بعد مجدد اومده پایین. ما هر طوری بخوایم نگاه بکنیم به چارت، هر خطی که دو تا برخورد داشته باشه ما سود میده. ببین 1 2 3. از بالا مجدد این رو بگیریم، چند تا برخورد داریم که به ما داره سودش رو میده و خود همین دوتا برخورد روندهای نزولی و صعودی رو داره تشکیل میده. من جلوتر با ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی که براتون باز میکنم بهتون توضیح میدم که به چه صورت بتونید اصلا این خط روند تایید شده، این بریک شده، تایید نیست و تمامی این موارد رو بهتون توضیح میدم. من مشکلی که بعضن دوستان دارن، ما این خط روند نگاه کن 1 2 3 4 5 6 رفته بالا 7 و بعد شکسته. مشکلی که بعضا رفقا دارن اینه که خط رونداشون نمیدونن کدوم قویه، کدوم ضعیفه، کدوم درسته و کدوم اشتباهه. خب برای همین من تمام اینها رو قراره در جلوتر توضیح بدم و این توضیحاتی که دارم الان میدم فقط برای اینه که یک مروری بشه که ما بدونیم خط روند هامون با برخورد دو تا خط با برخورد دو تا خط میتونیم سایکل بگیم. ما این دو تا سقف رو میتونیم به هم وصل کنیم و بعد روندهاشو ادامهشو بگیم. حالا اینم بر فرض مثال اصلا حذفش بکن. بعضی از دوستان هستن که بعد از شروع روند از اصلاحش شروع میکنن خط روند کشیدن که این درسته، اینجا ببینید اصلاحش درست بوده، این هم درسته، ببینید این هم درسته. ما بعد از اینی که این خط روند رو کشیدیم اینجا هم داره به ما پول بک میزنه و تاییدیش رو به ما میده. ولی به صورت کلی حالا من خدمتتون عرض میکنم که هر خط روندی به همین صورت به ما جواب میده. ما از بالا هم بیایم مثلا ما از نوک این خط روند بکشم به این محدوده داره به من روند نزولی رو میده. مجدد یه خط روند دیگه اصلا توی همین بکشم، من اصلا الان نمیخوام بهتون بگم آقا ترید کنید روی این موضوع رو، نه، من الان دارم فقط خط روند رو توضیح میدم خدمتتون. من دارم فقط خط روند کشیدن رو توضیح میدم خدمتتون. کانال هم همینطور. کانال هم با این ابزار ما ترند لاین داشتیم، یه دونه ابزار دیگه داریم برای کانال کشی که ما حالا این سقف رو به این سقف ها داریم وصل میکنیم و ما حالا بعدا هم جلوتر هم باش واکنش داشتیم. کف این کانال کجاست؟ ببین این کف کانال رو ما اینجا میگیریم، بعد که ببین من یه نکته بهتون بگم بچه، این نکته مهمه، بذارید من بنویسم اینجا، نکته بسیار مهم. این نکته‌ای که الان دارم بهتون میگم خیلی مهمه رفقا، مد نظرتون بگیرید. یه مثالی که الان اینجا خوب شد به چشم خورد تا بهتون بگم. ببین ما یه کانال میکشیم، کانالمون رو بر چه اساس میکشیم؟ بر اساس خط روند. خب ما الان این دوتا روند داریم و اومدیم کف کانالمون رو این گرفتیم. خب کف کانالمون رو این محدوده هستن گرفتیم. خب اول بسم الله ما دو تا سقف داریم و کف کانالمون اومدیم این گرفتیم.
برخورد کرد، اومده کفش رو زده رفته بالا و بعد برگشته کفش حمایت شده، کف و زد، کف و زد و یک حمایت کرد دیگه. این کانال برای ما یکیه و این میشه میدلاینمون و ما باید این رو بیاریم تا میدلاین، یعنی ببین میدلاینمون باید بیفته رو کف اون کانال قبلیمون. ببین کانال قبلیمون این بود دیگه، حالا میدلاینمون این میشه و اینو ادامهش میدیم. ببین دیدید چه اتفاقی افتاد؟ مجدد ببین این همیشه نیست خب، ولی این باید مد نظرتون باشه. ببین ما این وقتی این کانال رو گرفتیم، این کانال رو کشیدیم. خب من یه مقدار ادامهش بدم که کامل شه. ما این کانال رو کشیدیم، کانال اومد به میدلاینش برخورد کرد، خیلی قشنگ ریخت، یه سقف زده دیگه، یه میدلاین زده، دوباره میدلاین کف کانال رو میدلاین حمایت، دوباره یه کف دیگه اومده رو میدلاین واکنش داشته، سقف زده، میدلاین محدوده سقف الگو داده، ریخته، دوباره کف کانال. کجا رفتیم؟ نکته بسیار مهمی که داشتیم میگفتیم، کف کانال مجدد اومده بالا، میدلاینش رو تست کرده و بعد ریخته و کف کانال رو زده و داره اینجا برای ما نقاط حمایت مقاومت میشه. حتی همین رو ما ادامه بدیم، ببین رو میدلاینش داره به ما واکنش میده. سریع چی کار میکنیم؟ این رو ببینید، این نکته رو توجه بکنید، کف کانال ما میشه میدلاین ما، یعنی این سقف کانالمون بود، اینم کفش. بعد اینی که بریکش کرد، کف کانال ما میشه میدلاین کانالمون. اوکی؟ و همونو ادامهش میدیم. برای کجا؟ برای کفای پایین تر. ببین من الان دقیق تر بکشم. ببین کف کانال ما، اینجا کف کانالمون بود دیگه، میشه میدلاین ما. تمام شد و ادامه روند. و حالا جلوتر هم ما باز هم با این سر و کار پیدا خواهیم کرد، یعنی ما این حمایت ها و این مقاومت ها و حالا بقیه اتفاقات، اینی که بخواد شروع الگو بشه و بعد حالا به قولی بیاد اون موضوع استاپ هانتی که گفتم خدمتتون تو تایم بالا رو بیاد رعایت بکنه. یعنی اینجا ما دیگه شروع کردیم روند صعودی داره نشون میده بعد از یک تریدینگ رنجی و بعد میریزه جمع میکنه و میره و حالا روند یورو یو اس دی به سمت صعودی خواهد رفت. حالا ما همینجا هم فکر میکنم که بتونیم یک کانالی رو به صورت پیش بینی داشته باشیم. این کانال پیش بینی این موارد رو زیاد روی معامله گری نیست، ولی این محدوده رو ما میتونیم یه محدوده کانال بگیریم. چرا؟ چون ما اینجا یک واکنش داشتیم، این واکنش داشتیم، این میدلاین ما رو سفت زده و این میدلاین ما رو هم سفت بریک کرده و سقف زده و حالا ادامه ما میتونیم اینو یه موضوع تغییر روند توی کانالی داشته باشیم. به صورت کلی مجدد عرض میکنم خدمتتون که خطوط روند با استفاده از دو به قول معروف خط روند هست. ببین ما هر خط روندی که دو تا برخورد داشته باشه جلوترش باهاش واکنش داریم، پس ما هر خطی که داریم میکشیم برای بازار مهم هست و داره روش ترید میشه و روش داره معامله میشه. ما این همین خط اینجا رو هم بکشیم همینطور، اینجا داره به ما واکنش میده. ما با هر دو برخوردی میتونیم خط روند بکشیم، یعنی این سقف تمام. مجدد پایین تر این هم همینطور ما داریم نوسان میبینیم، یعنی روی این خط روندایی که داریم رسم میکنیم. ما همینجا این خط روند دیگه ای رو دوباره رسم کنیم، یا کنیم این برخوردهای این دوتا رو بخوایم حساب بکنیم، مجدد اینجا اومده پولبکش رو زده. به ما هر خط روندی بکشیم با استفاده از دو برخورد به ما واکنش مناسب میده. این کف به این کف
به این کف تمام شد. ببین چند تا برخورد